شاغل محمد داود رئیس دولت و صدر اعظم برای تماشای مسابقات بزرگ بزکشی به چمن منطقه جشن تشریف فرما شدند. شاغل رئیس دولت و صدر اعظم حین ورود از طرف عده از اعضای کمیته مرکزی، والی کابل، رئیس المپیک و رؤسای تیم‌های بزکشی پذیرایی گردیدند. شاغل رئیس دولت و صدر اعظم به کمپی که بیرق ملی جمهوری بر فراز آن در اهتزاز است و برای تماشای مسابقات بزکشی ترتیب شده است وارد می شوند. چاپاندازان ماهر 9 ولایت شمال کشور به رسم احترام دسته های گل نثار مقدم رهبر ملی ما کردند. اینک مسابقه بزرگ بزکشی در 2 دوره بین سوارکاران آغاز می شود. شاغل محمد نعیم، دکتر محمد حسن شرف معاون صدارت عظما، بعضی از اعضای کمیته مرکزی و هیئت کابینه، صاحب منصبان ارشد اردوی جمهوری، مأمورین عالی رتبه و عده‌ای از کور دیپلماتیک مقیم کابل برای تماشای این مسابقات حضور به هم رسانیدند. مسابقه بزکشی با مهارت تمام جریان دارد. چاپاندازان هر دو تیم سعی می‌نمایند بز را به دایره حلال برسانند. بزکشی از ورزش‌های مشهور ملی ماست که مخصوصاً مهمانان خارجی به تماشای آن علاقه نشان می‌دهند. برای تماشای این مسابقات بزرگ بعد از ظهر دوم اقرب هزاران نفر از شهریان کابل و ولایات مختلف کشور در چهارطرف چمن منطقه جشن گرد آمده بودند. در روز اول مسابقات تیم‌های ولایات بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، جوزجان، فاریاب، بغلان و بامیان اشتراک داشتند. سعی برای رسانیدن بز به دایره حلال، مهارت و شطارت سوارکاران تماشایی و هیجان انگیز است. چاپاندازان هر تیم سعی دارند بز را به دایره حلال به نفع خویش برسانند.
پایان مسابقه بزکشی رهبر ملی ما بیرق و کپ المپیک را به رئیس تیم تخار که با اخذ 3 نمبر برنده شد اعطا کردند. شاغل وحید اعتمادی رئیس المپیک رؤسای تیم‌های بزکشی را به شاغل محمد داود رئیس دولت و صدر اعظم معرفی می‌کند. رهبر ملی ما در ختم مسابقه به رؤسای تیم‌های بزکشی جوایز سپورتی را اعطا نمودند. رئیس دولت و صدر اعظم ساعت 10 قبل از ظهر دوشنبه 13 اکرم رؤسا و معاونان تیم‌ها، مالکان اسب‌ها و چاپاندازان تیم‌های بزکشی ولایات شمال کشور را در صحن قصر ریاست جمهوری پذیرفته مراتب رضایتشان را نسبت به پیشرفت و انکشاف این ورزش ملی و باستانی کشور به آنها ابراز فرمودند. رهبر ملی ما خطاب به ایشان گفتند هدف دولت جمهوری جز رفاه و آرامی هموطنان و پیشرفت و اطلاع کشور در پرتو این نظام چیز دیگری نیست. رهبر ملی ما ضمن صحبت با آنها در اطراف به میان آمدن نظام جمهوری در کشور روشنی انداخته فرمودند رفاه و آسایش همه جانبه مردم این سرزمین و تأمین عدالت در کشور آرزوی دولت جمهوری می باشد. برای برآورده شدن این معمول و برای اطلاع و ترقی کشور حکومت به همکاری دست جمعی همه مردم این خاک نیاز دارد. شاغل رئیس دولت در اخیر بیاناتشان رؤسای تیم‌های بزکشی را به حفظ اصالت تاریخی این ورزش ملی و همچنان گسترش آن توصیه نموده فرمودند تا تمنیات نیکشان را به مردم مناطق خویش برسانند. مقابلتاً چند تن از رؤسای تیم‌های بزکشی از الطاف شاغل رئیس دولت و صدر اعظم اظهار سپاسگزاری نموده هر نوع ایثار از خودگذری را در برآورده شدن آمال دولت و اطلاع کشور در پرتو نظام جمهوری وعده دادند.